الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد انشاءالله که با قدری و چند سوال هایی که از برادرها از طرفی دولت روسیه روان کردگیان انشاءالله جوابشون را با قدر حال بیان میکنیم. اکثرا سوال های فقهی هستند. سوال اول کسی پرسیده سلام علیکم داملای عزیز، امام مسافر بود اما مردم مقیم نگفت، پیش در اومد نماز خوند یا برای رکعتی سیوم خیز، بعد و یادش زد که مسافره. در این حالت نمازی مردم چی می شود؟ اصلا این از چند مسئله عبارت است. حالتی هست که مسافر مقیم امام می شود، در حالتی که باز مقیم مسافر امام می شود، در حالتی که اگر قوم زیاد باشن خب مسافر اگر که پیش ندراید و یگان مقیم در نماز پیش بدراید بهترش همی است، چون که مردم در تشویش نمی شوند. اکثر آدمایی که اهلی مثلا عوام هستند از علم بیخبر هستند یک تشویشی پیدا می شود مقیم پیش دارد. لیکن در حالتی که مسافر یگان عالم است، یگان آدمی با تقوا است، یگان شخص معتبر است، می خواهیم که تبرکاً در نماز پیش دراید. وقتی که مقیم مسافر در نماز پیش در آمد، همراه مسافرها چند نفره که باشند اونا 2 رکعت میخونند، مثلا نماز پیشین، نماز عصر، نماز خفتن. مسافر فقط همین 3 نمازه، پیشین، عصر، خفتن، همون 4 رکعت شد 2 تا میخونند. این به حکم آیه قرآن است. وقتی که 2 رکعت خواند مسافر سلام داد، مردم مقیم از جاش میخیزند 2 رکعت دیگر را میخونند، سلام میتن، تمام نماز. لیکن در حالتی که مقیم آدم تهجد در نماز امامتی کنه پیش بداره، مسافرها نماز 4 رکعت میخونن، یعنی نماز پره میخونن. نتیجه مسئله دیگر که برادر پرسیده است، مسافر در نماز پیش در آمده فراموش کرد که مسافر است، مثلا خیس در رکعت های دیگر، مثلا نماز عصر یا نماز پیشینه یا نماز خفتنه 4 رکعت خوند مسافر. در این صورت نماز مسافر تمام می شود، اما نماز قوم هر چقدر که باشن نماز همش فاسد می شود. به خاطر که برای 2 رکعت اخیر برای مردم مقیم فرض است، برای مسافر نفل. اقتدای مفترض به متنفل درست نیست. وقتی که فرض خون از عقب نفل خون اقتدا کنه نماز درست نمی شود. انا در این صورت 2 رکعت اخیر برای مسافر وقتی که نفل است، این 2 رکعت اخیر برای مقیم را فرض است، فرض از قفای نفل اقتداش درست نمی شود، نماز همه مقیما فاسد می شود، باید از سر نو نماز قوم بخونه. نماز مسافر درست می شود. لیکن اگر دیده و دانسته و فهمیده مسافر همین نمازهای 4 رکعت را اگر که 4 تا بخونه، اگر مسافر گناهگار می شود. خیلی مسائل های فقهی هم بیان میکنه که تمه و اساء، تمام می شود نمازش درست می شود لیکن گناهگار می شود، عاصی می شود. و خاطر که مسافر خداوند آسانی کرده است، 4 رکعت نماز 2 رکعت برای مسافر گفته است. این یعنی که صدقه هدیه خداوند است که یا هدیه خداوند قبول نکرد. این مسئله همی خیلی است. خب دیگر پرسیده السلام علیکم داملای محترم، مولا نکاح کرد اما مهر زنه نپرسید، فراموش کرد ای مهر گپ زند یا اینکه گپ نزد از مهر، در این حالت نکاح چی می شود؟ اصلا مهر برای مثلا که زن آزاده برای احترامش هسته. خیلی مهر در کتابای فقهی هم بیان میکند، اقل مهر میگه اقل مهر 10 دراهم است، اقل مهر 10 تنگه است، یعنی 10 تنگه اقل مهر است. خب نصاب سرقت هم 10 تنگه است. اگر کسی که از جای دزدی کنه، اگر در دزدی بقپنش، اگر همون چیزی دزدیدگیش از 10 تنگه زیاد باشه دستش قطع کرده میشود. موافقی مثلا فقه اسلامی قطع از زند، از همین بندی دست بریده میشود و تحسمو میبرنشو در دیگی که روغن جوشیده سه در همون دست میدوزن که در او محکم شود که
مقصد کراواتی چینی نشوه و هلاک نشوه. انا نصابی همو سرقت هم 10 تنگه، اقل محرم 10 تنگه. 10 تنگه را امروز با پرسیدنی پرسپوسی مقصد اهل علم و علما 10 تنگه خودش گوسفندی میونه میشوه. امروز این تخمینا $100 زیادتر میشوه. یکی نیم هزار سومون همین طریق بوده. 10 تنگه هم قدره. انا مهر در صورتی که ملا نکاح کرد نپرسید. نکاح درست میشوه. انا نکاح با امروی نفی محرم درست میشه. مثلا که زنی هست که میگه اگر فلانی میگه مرا بزنی بگیرد، هست مثلا که زنها یا دخترها هستن که میگه اگر همون فلانی مرا بزنی بگیرد من محرم بخشیدم، هیچی در کارم نیست. نفی محر، به همین نفی محرم نکاح درست میشه. ذکرشنی نکنن درست میشه. بعد مهر دو قسم میشه، مهر معجل و مهر معجل به عینه به همزه. مهر معجل مهر مهلتکی را میگن که مثلا که مهر شاید قسمت شمیته بعد با 50% دیگرش بعد میته، اینه مهر معجل میگن. مهر معجل گفته مهر نخته. امروز مثلا در اکثر شهر دیهات یعنی خود تاجیکستان ما همین است که مهر معجل هم تخمینا بعضی جا $2,000 $2,500 بعضی جا $3,000 همین مهر معجل همون قدر میتونه بعد تمام کار تمام میشه. اینه مهر معجل میگن. انا مهری که معجل باشه مثلا در خطبه های نکاح های قدیمه که در کتاب های قدیمه بعضیش میبینیم همین خیلی لفظ اومدگیه که 300 تنگه بخوری سلسی اون معجل سلسانی اون معجل ایلو با قوی نکان تری گپ هسته او گپ هازی در ما در کار نیستن. و خاطر که در این زمانی ما اوزی نه تنگه بخورویی نه بخورویی این گپ ها نیستن در ما. انا که مقصد او چی بود 300 تنگه بخورویی بود همون را 100 تنگه شمیداد زن نکاح میکرد میگرفت 200 تنگه دیگه از مهر مرده که قرضو رد. بعد در امو زمانو اولی بعض جدا عادت های مهر بخشون میگن کو در زمان ما کار معنی نداره، هیچ معنی نداره، یک کار زیادی های هر جو میکنه نکنه نیکاره. انا که در اون زمانی بخورو بود 100 تنگه را میداد 200 تنگه دیگه قرضدار بود. بعد عروسه که میوردن بعد نیکو در تای شده خونه شهده بعد میفتن که اگه باقی مونده 200 تنگه مرده قرضداره که بلکه مهر تبا بخش. بعد میگم باقی مونده مهر ما بخشتم همینطوری مهر بخشم. این حیله بود. این در زمان ما حجت در کارم نیسته. لیکن در مهر وقتی که مرد چیزی که وعده کرد هست نو زنگ زده بودن یک نفر ولی گفتن تری زن دیم گرفته است بعد در بدر مهرش یک خونه میگیرم وعده کرده است نکاح کرده است انا که چند ماه میگه پرت افته استم نمیوید نه نفقهش میرسونه نه مهر شده است. و وقتی که همین قدر حینر که دوری این قدر مرد نیستی چی لازم زن یک مثلا دختر یک مرده که در قدیره میمونی. هزی خیلی حالت برای همی است که خداوند 2 3 4 مردا را گفته است خی در دوام فن که مطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع در دوام خداوند میگه فین خفتم الله تعدلوا فواحده. وقتی که خوف میبری میترسی غیرت نداری خب قوت نداری خرانده و پشوندش نمیتونی از زن میترسی در این حالت خدا میگه یک تا برای تو بسه هم یک تا قطعی بره یک دختر یک کس مثلا هم نکاح کنی بگیری وعدش کنی نفقت هم برسونم یک خونات میگیرم در جای مهر بعد بگریزی بره این نومردیه و در نزد خدا جواب میته نه نفقش رسونده است نه مهر شدودگه مهر به زبانش خودش وعده کردگه. در این حالت اگه بیبرکتی و بلا در سر اون مردک بعد اومدن میگیره. برای همین است که همین جوانو برادرایی که حینر ندارین قوت ندارین غیرت ندارین حمیت ندارین از زناتون میترسین همون خدای خطونه بگیریم یک تقتی رفتن بگیرین یک دختر یک کسی دیره در قدیره نمونه نه خیلی مشکلات به سر مسلمانو نیارین. شب روز در حق دعای بد میکنم سری رعش کردی بعد از زن فرزندت از خاندان چی برکت میوی؟ برای همین است که خداوند بیان کردگی است که فین خفتم الله تعدلوا عدل کردن نمیتونی خوف میبری میترسی فواحده یک تا بسته هنر نداری بشی قرار خیلی خب